امروز اومدم با تست این دوتا بستنی که البته این مدل بستنی که یه مدت ترند شده بود ولی من از دستش دادم، ولی الان میخوام تستش کنم. قبل از اینکه بریم تستش کنیم لایک کنید و اگر دوست دارید از این مدل نوع ویدیوها زیاد بگیرم کامنت بذارید که بیشتر بگیر که من بیشتر سعی کنم از این ویدیوها براتون بگیرم. اول بریم برای تست طعم انبش. بچا من این فکر می‌کنم بقیه که تست می‌کردم مال شرکت دیگه بود که من پیشنهاد می‌کنم از اون شرکت نخرید، چون پاندا هم زده این مدلو، پس ما از شرکت پاندا تست می‌کنیم. اینو فکر می‌کنم گذاشتن که دستامون کثیف نشه. ببین چقدر پرفکت بودن. خوبه. I put the new 4G's on the G. یه لحظه. خوشمزه خدای خوبه. تصورم یه چیز خیلی بهتر بود ولی خوبه. تا حالا ندیدم این طعمش رو، یعنی طعم توت فرنگیشو کسی تست کنه. منم دیدم گفتم بذارید یه طعم دیگه هم بگیرم تست کنم، حداقل تو این یه دونه طعم متفاوت باشه. بریم برای تستش. من خوشمزه است. تصورم خیلی طعم بهتری بود از اینا، ولی خب اوکیه. اگه بخوام بگم بین این دو تا کدوم بیشتر دوست داشتم، اینو بیشتر دوست داشتم. به این نمره 8 رو میدم، به این نمره 7 رو میدم. در کل خوشمزه بود ولی نسبت به قیمتش به نظرم نمیارزه.